سلام بچه‌ها، خوش اومدیم به ویدیو امروز. قراره بهتون یه سنسیو بدم که مخصوص موبایل، مخصوص شاتگان، مخصوص اسنایپ، مخصوص هر چی که داری میزنی مخصوص خودشه. خیلی سنس خوبیه واسه موبایل. من خودم بچه موبایل پلیرم، دارم با موبایل پلی میرم. اگه خودتونو دارین گول میزنین چی نمیدونم آیپد داشته باشی نمیتونی خوب پلی بدین، اونم نمیتونی گام بزنی، اسنایپ بزنی، شاتگان بزنی، داداش گلم فقط داری خودتو گول میزنی. خیلی هم خوبم با موبایل میشه بازیچه عجب بخواد. ببین خیلی سنس خوبیه، روان، خیلی میتونی راحت نیمه تو بندازی با این سنس. عجب اینجا دیگه تون سنس تبدیل میکنی. میخوای یه بار برای همیشه سنس دستت باشه، آقا این سنس رو بتین دیگه عوضش نکن، برین اون دنبال یه سنس دیگه افتادم نمیتونم با این بزنم. آقا یه بازی کن، یه هفته بازی کن با همین سنس. من به قول میدم ببین بازیت خیلی خوب میشه، ایمت هم خیلی خوب میشه، شاتگانت خوب میشه. ببین هیت وار اصلا ببین میس نمیدی دیگه. خب با گان هم ببین حالا جلوتر میریم، ببین گانایی میبینی که شاید اصلا هیچ موبایلی ندیدی همچین گانایی بزنی. میس نمیدی، امواکس هم شاتگان نماشی میتونی بزنی، حتی بهتر از ببین حالا بچه ببینید اینو نگاه. حالا کسی اینو ببینه یا میگه چیزی زده یا میگه آیپد پلی همین دیگه. ولی ببین خیلی با یه سنس خوب ببین همینو میگم بچین برو تست کن، یه هفته تستش کن، بعدش آره بیا نظرتو تو کامنت برام بگو. آیا از یکی از سولو اسکوادات سنس هم در آخر ویدیو قرار بدم. از این به بعد دیگه حرفی نمیزنم، ویدیو رو نگاه کنید، آخرین ویدیو هم سنس رو قرار بدم. حتما نظراتتون هم در مورد سنس بیاین برسان بنویسید. Ondan Celenceden Mehdi koyup. Oy çiş şoley bu. Beter. Getirin.